دعوای حقوقی بین هدی و جواد وجود داشته. گویا هدی ادعا کرده بوده که حاملگی اون و بچه‌ای که توی شکمش بوده گویا از طریق آزمایش‌های DNA مشخص شده که برای جواد. منتهای مراتب جواد زیر بار نمیرفته و خانواده اون هم زیر بار نمیرفتن و یه جورایی قبول نمیکردن که جنین برای جواده و همین موضوع باعث درگیری و دعوا بین اونها شده بوده. مامورا راجع به این قضیه بررسی‌های خودشون رو انجام میدن. توی بررسی‌ها مشخص میشه که اختلافی بین جواد و هدی وجود داشته. هدی که الان در حال حاضر گم شده. پلیس برای همین میره و جواد رو به اداره آبداری میاره تا از اون بازجویی‌های و میگه که خبر نداشته که اصلا هدی گم شده و نمیدونسته که اون گم شده، اما حرف‌های خیلی جالبی میزنه. جواد به عنوان یه شاکی توی اداره پلیس حاضر میشه و شروع میکنه به زدن حرف‌های